دوستان عزیز سلام. با کابل انکورپوریشن دنیای پرهیجان موتر بازم خوش آمدین. بله دوستان عزیز، امروز روز آگاهی از طرف کابل انکورپوریشن است و کابل انکورپوریشن معلومات و مطالب آموزنده و مفید را بر شما موترداران عزیزی که در کانادا، در ایالت آنتاریو و در شهرهای مختلف آنتاریو زندگی میکنین آماده میسازد تا شما بتانین که به شکل درستش و در امنیت و مسئولیت کامل هنگام زمستان از موترهای خوبتان لذت ببرین و استفاده بکنین. قسمی که همه شما دوستای عزیز آگاهی دارین، رانندگی کردن هنگام فصل سرما به احتیاط و توجه بیشتر راننده های عزیز نیاز دارد. هنگام رانندگی دوستای عزیز با تمام قوانین و مقررات رانندگی و ترافیکی توجه کامل داشته باشین، همه از اونها را رعایت بکنین دوستای عزیز و بخصوص سرعت را در جاده ها و در سرک ها کاملا رعایت بکنین، چون قسمی که عرض کردم خدمت شما فصل سرما هست، باید احتیاط بیشتر به خرج بدیم تا همه ما و شما بتانیم که جاده ها و سرک ها و خیابان ها را یک مکان امن برای راننده های عزیز و همچنان برای سایر عابرین مبدل بکنیم.